معاون رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان خلق چین محترم چان سینوی در دایره سفری رسمی در جمهوری تاجیکستان از امکانات و شرایط تحصیل در دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان دیدن کردند. هیئت مهمانان نخست استخوان‌های دانشکده را که در آن عکس و مصوره‌های انعکاس کننده روابط دوستی تاجیکستان و چین، لحظه‌ها از جریان تحصیل، محفل و چرابینی‌ها و تاریخ تأسیس یابی آن گردآوری شده است تماشا نمودند. تأکید گردید که با شرافت سیاست خردمندانه و دوراندیشانه رهبران دو کشور، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین، مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه میان دو دولت به سطح و صفت نو برآمده، سال از سال افق‌های نو را کسب می‌کنند. ضمن بازدید مهمانان از امکانات سیمخانه‌های تعلیمی ابراز شد که مناسبت‌های تاجیکستان و چین چون دیگر بخش‌های آینده‌دار در ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ رشد و گسترش پیدا نموده، در این سمت نیز پیشروی‌ها به نظر می‌رسد. سپس واخوری هیئت مهمانان با آموزگاران و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان در تالار دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوسی برگزار گردید. رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان قابلجان خوشوقت‌زاده تشریف هیئت مهمانان را به این درگاه معرفت خیر مقدم گفته ابراز داشت که همکاری‌های دو جانبه در ساحه علم و معارف با جمهوری مردمی چین در اساس سازشنامه همکاری و دوستی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 ینوار سال 2007 صورت می‌گیرد. فعالیت پرثمر دانشکده کنفوسی در زمینه دانشگاه ملی تاجیکستان از سال 2008 به سطح بلند همکاری‌ها مربوط دانسته شد. تاکید گردید که با تلاش‌های مشترک دو دانشگاه، دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه آموزگاری سینجیان چین و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین ماه ایونی سال 2022 بنای نوی تعلیمی دانشکده کنفوسی به استفاده داده شد که دارای بازه خوبی مادی و تکنیکی برای محصلین میباشد. ابراز شد که تاجیکستان و چین نه تنها کشورهای همجوار، اینچنین تمدن‌آفر و صاحب فرهنگ و شریکان همه‌جانبه استراتژی میباشند. طور ذکر رفت ساختارهای گوناگون کشورها از جمله معارف و پارلمان‌ها به صفت نهادهای کلیدی دولت در گسترش همکاری میان کشورها نقشی مهم داشته رابطه‌ها را مکمل می‌گردانند. در انتها برنامه رنگین فرهنگی انسامبل خلقی نوروزی دانشگاه ملی تاجیکستان پیشنهاد گردید که انعکاس کننده رابطه‌های دوستی و فرهنگی میان دو شریک استراتژی بود.